دوستان عزیز، مخلصان تلویزیون باورستان، در این شام زیبای فصل تابستان نمایش بهتر از دوست منظور شماست و امروز نمایش ما طور معلوم است شبانه صورت میگیرد. این زمان گروه ایجادی ما در دهه زاستان ناحیه عینی در نزد آرامگاه و پیکره یکی از واقعا هم شاعران توانای آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 تاجیک نقیب خان طغرالی احراری صورت میگیرد. ما در این مکان خواستیم که نمایش خود را همراه با خوانندگان فعالی مؤسسه تعلیمی رقم 8 ناحیه عینی برگزار کنیم و موضوع امروزه ما باشد و یکی از سرآمدان ادبیات تاجیک با سردفتر ادبیات تاجیک صدرالدین عینی بخشیده میشد، انیقترش با اثر بی‌زوال او یادداشت‌ها. این زمان خوانندگان و استادان مؤسسه تعلیمی رقم 8 ناحیه عینی ما رو در جای منشور انتظارند و ما البته نمایش خود را آغاز میکنیم و باور دارم که در این شام نمایش ما با شما فراغت میبخشد و از نمایش شما البته بهره میگیرید. اصلا ما موضوع را یعنی تحلیل و بررسی قسمت دوم یادداشت‌ها را در این مکان به انتخاب نکردیم، زیرا ما در ناحیه عینی قرار داریم و یکی از گمان میکنم که زیباترین مکان‌ها با یکی از مکان‌هایی که همه علاقه‌مندان علم و ادب حتما به زیارت نقیب خان طغرالی احراری میگویند و گذشته از این طغرالی احراری با استاد عینی همسال و گوییم که ادیبان یک نسل بودند، یعنی سرآمدان یک نسل ادبیات ما بودند، همکس بودند، هرچند که وابسته به سبک ایجادیات نقیب خان طغرل به ادبیات کلاسیک شامل هستند. استاد عینی باشه سردفتر ادبیات معاصر تاجیک. و جهت دیگری انتخاب موضع در اون است که طور می‌بینیم این موضع امروز شبانه و آباد و زیبا است. این مکان محض با ابتکار پیشوای ملت آباد شد، یعنی طول یک سال آخر است که ما می‌کنم که همه خواهشمندی همین زیارت این مکان هستند و ما نیز این محفل را شبانه در این مکان برگزار می‌نماییم تا بینندگان ببینند که واقعا هم یک تاجیکستان کشوری آباد و زیبا است و یک گوشه آن همین آرامگاه نقیب خان طغرالی احراری هم و مثل دیگر گوشه داشتن خیلی زیبا است. موضوع ما قسمت دوم یادداشت‌های استاد عینی است و اکنون می‌بینیم که خوانندگان مؤسسه تعلیمی رقم 8 ناحیه عینی یادداشت‌ها را چگونه خواندند. یک شرح کوتاه مختصری قسمت دوم آن است که در این اثر خود استاد در آغاز میگویند که در این بخش فقط دایر به طرز تعلیم در مدرسه‌های بخارا، طرز زیستی دانش آموزان و دیگر مسائل مربوط این در این قسمت داخل کردن همین خیلی نیست یا شاید یگان علاوه دیگر دارید شما؟ بعضا از استاد عینی میپرسیدند که استاد شما در مدرسه‌های بخارا تحصیل کردید، در اونجا کدام علم ها را می آموختید و استاد به فکر شما چی جواب دادند؟ ما بسیار میخوایم که به همین سوال از بعد خواندن قسم دوم داشته شاید یگان نفر جواب داده تواند. مرحمت. استاد عینی در یادداشت‌های خود در جلد دوم اثر خود ذکر میکند در مدرسه بخارا و سمرقند بیشتر علم‌های دینی، طرز نماز گذاشتن، طرز طهارت کردن، علم فلسفه، منطق، بله، علم کلام، علم سخنشناسی و آن علم هایی که امروز ما می‌آموزیم بیشتر در مدرسه های همان دور خودآموزی میکنند. یکی از اینها علم های ریاضی بود. اگر شخصی میخواست که در مدرسه علمی ریاضی را آموزد، نزد یک استاد رفته علم را از خود میکرد با یاری استاد خود. و دیگر علم ادبیات بود که طالب علمی همان مدرسه این علم را خودآموزی میکرد. یعنی در مدرسه های بخارا زبان مادری و ادبیات زبان مادری نبود، ادبیات کم و بیش بود، خودآموزی میکردن، زبان مادری آموخته نمیشد. واقعا در یک از بابها استاد عینی در باب مختوم گو و پیرک ذکر کردند که وقتی که با پیرک من شناس شدم فهمیدم که پیرک عموما از ادبیات خبر ندارد، حتی نمیداند که از کجا شعر خواندن در کار است. ادبیات را، زبان مادری را دانشجویان طالب علمان مدرسه های بخارا خودآموزی میکردند. بعد وقتی از استاد عینی میپرسیدند که شما در مدرسه بخارا
کدام علم ها را می‌آموختید؟ استاد جواب دادند که سوال دهنده بیچاره گمان میکند من در یونیورسیته تحصیل کردم، در دانشگاه، در دانشکده، در اینجا فاکولته هست، یک چند فاکولته هست و علم های گوناگون از جمله جغرافیا، گیوگرافیا، فیزیکا، متماتیکا تعلیم داده میشد. این خیل نبود. این طور نبود. من در همین جو با بچه‌ها یک سوال دارم. خب در این مدرسه های بخارا طوری که استاد قید میکنن چند سال تعلیم میگرفتن، ولی مهمتره که چی نتیجه میگرفتن از همین تعلیم کی میگوید؟ مرحبا. در مدرسه های بخارا 19 سال تحصیل میکردند. عادتا برای طالب علمان نتیجه هیچ بود. و در همین جو یک چیز دیگر بخشش باید میآید، همین نتیجه همین طرز تعلیم در قسمت اول یادداشت ها مثالش هست. عموما من طرز تعلیم بخارا در نظر ندارم، طرز تعلیمی که در همون ایام بود. کی میگوید مثال انیخش چی بود؟ مثال رفشن این بود که همون دامولایی که در مکتب کهنه با استاد سردی عینی درس میگفت او ختم کننده همین مدرسه های بخارا بود و او هم بی‌سواد بود. درست است. بله. اگر در مدرسه های بخارا تعلیم پست باشد، سست باشد، 19 سال خواننده قریب 90% بچه ها یا 95% خواننده ها دانشجویان یک دانش کذایی نگیرند. پس بعضا از ختم کرده های مدرسه های بخارا بسیار معلوم و مشهور هستند. از جمله احمدی دانش چخیل این دانشمند پیدا شد. از خود آنها وابسته، از خود آموزی آنها وابسته و این مادرزادی هم می شود که آنها از خودشان وابسته باشد. اگر آنها خواهشی خواندن داشتند آنها می خواندند. احمدی دانش که استعدادی خود داشت و خود آموزی کرده بود و خود به تحصیل بسیار توجه ظاهر کرده بود. درست است. از همین سبب به مکتب هرگز از روی یک یا دو طلبی دانشش بلند بها نمی دهند. فرض کردیم در مکتب شما اگر 500 خواننده باشد، 3 نفر بسیار دانش خوب داشته باشند و 497 نفر بی‌سواد، این مکتبی خوب حسابیده نمی شود. برای چی؟ برای اون که همین 3 نفر شاید استعداد فوق‌العاده، استعداد مادرزاد داشتند یا با سبب پدر مادر تعلیم آنها یا سختگیری پدر و مادر آنها پیش رفتند. بدبختانه در مدرسه های بخارا تعلیم بسیار سست بود. اکنون استاد عینی در اول قسم دوم یادداشت ها نوشتند، قید کردند که چرا طالب علمان بخارا عادتاً بی‌سواد میموندند. سبب یکمش کی گفته میتونه؟ بله. مرحمت. اولا در مدرسه های آنها استادان حاضر غایب نمیکردند. یعنی کسی میخواست درس میخواند، کسی که نمیخواست به قول مردم یعنی 4 طرفش قبله بود. و از جمله در اینجا مخدومی گاو و پیرک را مثال آورده میتوانیم، چون که آنها هیچگاه درس نمیخواندند و به درسخوانی توجه ظاهر نمیکردند. اما استاد عینی باشند، آن کس که خودآموزی میکردند یعنی بیرون از مدرسه باز آن کس درس میخواندند، یعنی به مرتبه های بلند رسیدند. خب یعنی یکم معلمان هم مدرسان چی اعتبار نمیدادند که با درس به سبق گرفتن که عمده است. باز سبب دوم است. بسیاری از همان استادانی که در همانجا درس میگفتند آنها سوادی کافی نداشتند. در یک هفته 4 روز درس میخواندند و 3 روز استراحت میکردند. بعضا وقت روزهای سه شنبه هم استراحت بود و از همین سبب 3 روز تحصیل میکردن و 4 روز استراحت میکردن. تعطیل یعنی روز سه شنبهگی اعلام میشد. همین بهتر نیست؟ مثلا یکی اعلام شود که در مکتب شما 3 روز یا 4 روز خواننده، 3 روز یا 4 روز دیگر استراحت کنه. معقول است؟ نه معقول نیست. برای چی معقول نیست؟ برای آنکه استراحت زیاد برای علم آموزی خلل میرساند. علم را به تنفس میآموزند. باز یک سبب دیگرش. باز یک سبب در آن است که وقتی که مدرسه های بخارا درس ها از 22 سپتامبر آغاز شده و به 22 مارس انجام می‌یابد، بسیاری ها به این یعنی در آنجا وقتی که زمستان قهرتون می آمد بسیار طلبه ها مثلا در آن وقت شرایط نبود و
همون شرایطی مدرسه توم نآورده بعضیشان از مدرسه ها خارج کردم خارج میشوند و اونها با علم و آموزی آنقدر توجه نمیدیم. بله یعنی شرایطی زیستی خودی دانشجویان اونقدر خوب نبود. 6 ماه تحصیل میکردن 6 ماه تعطیل. برای چی؟ برای اینکه 22 مارت کارهای بهارانه نوروز می اومد دهقانی سر میشد تا ماه سپتامبر دانشجویان طلبگان مولا بچه ها به صحرا می رفتن که برای تحصیل زمستانه اندک مبلغ جمع کنند. وقتی که آدم 6 ماه میخواند بعد 6 ماه در صحرا میگردد علم گرفتن نمی شود. از همین سبب مکتب های امروزی ما به تنفس با تنفس های هم روزهای شنبه یک شنبه استراحت کوتاه به شما شرایط مهیا کرده است که 9 ماه تحصیل کنید و در 3 ماه تعطیل استراحت کنید، نه کار. البته شما میتونید به کار پدر و مادر یاری رسانید، لیکن مهمش اینه که شما باید 9 ماه پیوسته آموزید. اگر تنفس زیاد شد خوابی خواننده میبرد. تعلیم حتمی است. تعلیم چیزی مجبوری است. و بینید که دیگر اون که تعلیم تکرار پیوسته رو طلب میکند. وقتی که 6 ماه این نفری که با تعلیم رفته است و با دیگر کارها مشغول میشود و خدا میداند که از این چیزی که اون چیز اندکی که یاد گرفته بود در یاد وی میموند یا نه در این مدت. من فکر میکنم که اگر کسی که ما رو مجبور کند خوانیم و در آینده ما یک آدم بزرگ شویم، ما میتوانیم در آینده از آن آدم منتدار شویم، چون که او ما رو مجبور کرد ما به کارهای خوب دست بزنیم و ما در آینده آدمی بزرگ شدیم. اگر امروز سخت رسد خان گفته مجبور کنند بعد چند سال ما از او منتدار میشویم. وقتی که صاحب کسب و کار آبرو میشود بعد به همه آدم به نزد همه آدم برگشته منتداری اظهار میکنید. بیاید برمیگردیم به خودی گفتیم شرایط تعلیم در مدرسه بخارا. حالا که بعضی چیز البته یادرس شد، ولی یک اصطلاح هست همونجا یک بعضی طلبه پیش قدم بودند. چگونه طالب علم رو آنها طالب علم پیش قدم میگفتند؟ اول جواب دهید که در مکتب شما پیش قدم گفته کی را در نظر دارند؟ مرحبا. همان طلبگان را در مدرسه های بخارا طلبگان پیش قدم میگفتند که آنها نسبت دیگر طلبگان مدرسه تحصیلشان پیشتر آغاز یافته است. طلبگانی که 7 سال در مدرسه تحصیل نمودند از طلبگانی که 6 سال تحصیل نمودند، یعنی که آنها را طلبگان پیش قدم گفتن ممکن بود که مهلت تحصیلی آنها نسبت دیگر طلبگان مدرسه بیشتر بود، زیادتر است. اصلا خودی اصطلاح پیش قدم اصطلاح خیلی خوب است، ولی اگر مقایسه کنیم از مدرسه خوانده استاد عینی و مثلا شرایط امروزی تعلیمگاه ها، خوب در مثال تعلیمگاه شما کی از پیش قدم؟ خواننده صنف 9 از خواننده صنف 8 پیش قدم ترن. من طلبه را ما پیش قدم گفتن ممکن است که او قابلیت خوبتری درک کنی دانش را دارند. مثال دانش این به سن و سال وابسته نیست. اصلا که ما گفتیم که قسمت دوم فقط اساساً که به این موضوع بخشش شده است. استاد عینی پیش از آن که به مدرسه داخل شوند چی تصور داشتند؟ وقتی که به مدرسه داخل شدند و شرایط تعلیم رو دیدند، طرز زندگی دانشجویان اون وقتا رو دیدن، با چی خلاصه آمدن از همین تعلیم مدرسه بخارا؟ یعنی چگونه تعلیم بوده است؟ استاد عینی پیش از آن که به آن مدرسه بخارا آیند آنکس فکر میکردند که آنکس به یک جای میافتند که در آنجا شرایط تعلیم، شرایط درسی خیلی در درجه بلند است، ولی آنکس خطا میکردند، چون که هنگامی داخل شدن با مدرسه های بخارا آنکس فهمیدند و دیدند که چقدر در آنجا شرایط مثال پست است. بود و باشی زندگی همون طالبان خیلی در شرایط پست قرار دارد. اکثرا استادان یعنی بیسوادن، یعنی کورسواد هستند و آن حجره هایی که آنها زندگی میکردند یعنی با طلبات های همان وقته یا همین وقته جوابگو نبود. یعنی تنگ بود، تاریک بود. از دو طالب علم زیادتر در یک حجره خوابگاه
استقامت کردن نمیتوانست. آن کس به خلاصه آمدن دیدند که طلبگانی که در آنجا میخواستند درس میخواندند یعنی که نمیخواستند درس نمیخواندند. آن کس این حالت را دیده یعنی خیلی غمگین شدند و به خودآموزی شروع کردند، چون که آن کس به هر طالب علمی که دوست میشدند از آن شعر میپرسیدند یا که با او سوال جواب میکردن و در جواب هیچ چیز را نمیگرفتن. یعنی طالب علمان آنجا خیلی یعنی بی سواد بودند. استاد عینی درسشون رو در کجا، در کتابخانه یا در یگان حجره علاهیده در کجاش نشسته تکرار میکردن یا سبق خود را از یاد میکردن. در یک جا قید کردن که من در فلان جا نشسته درس میخوندم. آن کس در حجره خودشان نشسته یعنی درسهایشان را تکرار میکردن. حجره بعضا تاریک میشد یا اینکه برای معلمان میگفتن که در حجره درس از یاد نکنید، درس نخونید، بیرون برید. استاد عینی در بیرون برآمده در کجا نشستن؟ استاد عینی در هنگامی که به بیرون میبرآمدند آن کس در روی سنگ نشسته یعنی درس‌های خود را تکرار میکردند. واقعا درست است، لیکن چرا در روی سنگ؟ محض در روی سنگ. آن کس میگفتند که در روی سنگ یعنی از خنوکی خوابشان نبرد، یعنی خوابشان نبرده آن کس درسشان را خوانده تمام کنند. و از جمله قید کردن که من با چه تصادف بیمار نشدم همون سال. باز در یک جا قید کردن که یعنی مدرسان تاکید میکردن که به بیرون برید، در جاهای خنک شمالگذر نشسته درستون را تکرار کنید یا بعضا به سر دیوار برآمده مثل مرغ در سر دیوار می نشستن ملا بچه‌ها که درس خودشون را تکرار کنند. تمام با فکر تو در جای خنک در جای پرخطر نشسته درس خواندن، شعر از یاد کردن و مثال مسئله های متماتیکی را حل کردن درست است. اگر در دید شخص یعنی شفق خواندن باشد، هم در جای خنک هم در جای گرم میتواند که او کتابش را خواند یا که درسش را از یاد نماید. باز یک سوال دیگر، خوراکی دوست داشته پسندیده ترین در مدرسه های بخارا برای ملا بچه ها کدام بود؟ یعنی پلاو بود. یعنی پلاو بود. استاد عینی پلاو پخته میتوانستند؟ البته او استاد عینی پلاو پخته میتوانستند چون که آن کس به ملا بچه ها آشپزی میکردند. استاد عینی وقتی که درباره طرز تعلیم مدرسه های بخارا طرز تعلیم خودشون می نویستند به شما تاکید کرده گفتند که ای بچه ها من در 12 سالگی هم جمعشویی میکردم، لباس خودم را میشستم و هم لباس دیگران را میشستم، هم برای خودم و هم برای دیگران پلاو میپختم. یعنی باز فرصت پیدا کرده از این مدرسه به اون مدرسه دویده درس میخوندم. اکنون من از شما 12 ساله نیستید بلکه 15 16 17 ساله هستید. اکنون شما باید مقایسه کنید. استاد عینی گفته استادان که شما مقایسه کنید که من در کدام شرایط تحصیل کرده ام و شما چه شرایط دارید. مکتب شما چند قبطه است؟ 3 قبطه. چند خواننده دارد؟ زیاده از 500 تا خواننده دارد. تقریبا یک 70-80 آموزگار. 70-80 و اینقدر کتاب و کتابخانه، اینقدر شرایط هم. دهه زاسون یکی از دهه های آبادترین نوحه عینی حساب می شود. دهه زاسون یکی از دهه هایی است که پیشوای ملت و دهه شما 4 مراتب تشریف آوردن. توجهی مخصوص ظاهر کردن. همین جایی که ما نشستیم و همین جایی که شبها شما برآمده سیرگشت میکنید، در همین کرسی ها که میشینید کتاب میخونید، همین مخصوص برای شما در همین دهه با سپارش مخصوص حکومت تاجیکستان پیشوای ملت ساخته شد. اگر بعضا میگویند که چقدر شرایط خوب شود بعد خواب تنبل میبرد، اما برعکس خواب خود را پراندن ما در کار، ما چشم خود را کلان کشادن ما در کار. و وقتی که استادان اینقدر کوشش میکنن، اینقدر خواهش کردن که در محفلی که برای شاگردان تلویزیون بهارستان اتفاق نویسنده آماده کرده، استادان شما خواهش کردند که شرکت ورزند. اصلا خواهشمند خیلی زیاد است. چقدرها برای
دیگرها جای نرسید در خرک‌های گرد و اطراف نشستند. پس ما یادداشت‌ها را فقط برای آن که در سر ما معلومات بسیار جمع شود خواندن ما در کار نه، ما باید ورق به ورق مقایسه کنیم. وگرنه ترقی کردن و پیشرفتن و شهرتیار شدن کشور دشوار است اگر ما فقط حمد خوانیم. همین در مدرسه های بخارا ببینید در اول عصر 20 تسیالکوفسکی در مسکو اندیشه میکرد که چه خیلی به کیهان پرواز کردن در کار. در مدرسه های بخارا هنوز طالب علمان ندیده بودن که فانوس چه خیلی میشود، همین چراغی که با کرسین میسوزد که هنوز ندیده بودن. وقتی که در امریکا بچه عادی چپته خریده به قطاره پاییز سوار میشد، در بخارا در کرته پیدا شدن تگمه گناه حساب میشد. اگر موزی شما غرش خرج میکرد میگفتن که در زیر پاشنه شما مولب خوب گذاشتند. حتی کرتی گریباندار پوشیدن باعث فلاکت میگردید. ببینید چقدر بخارا عقیم مونده بود. و از همین سبب استاد عینی نویستند برای آنکه به ما پند شود. اصلا که درست است، زیرا که طور ما بارها گفتیم این نمایش ما در مقایسه صورت میگیرد، ولی هر اون چیزی که بچه‌ها میخونن باید اون رو مقایسه کرده توانند و این درست است. من فکر میکنم که این یک نوع چی بود، یک نوع پیشنهاد بود که برای اینکه بچه‌ها توانند که اون چیزی که خواندند و از خود کردن اون رو مقایسه کرده توانند. اصلا دشوار است که حتی یک قسمی یادداشت‌ها رو ما توانیم که در یک نشست پر بررسی نماییم. بعضی باب‌ها رو البته برای عبرت میگیریم و از خصوص بعضی قهرمان‌ها، بعضی لحظه‌های زندگی استاد عینی ما سخن میگوییم، بعد خواننده خودشون خوانده خلاصه میبرن. من یک سوال دارم به بچه‌ها. من این سوال رو این سوال رو من به برنامه‌اش قبلی با خوانندگانی که در شهر اصفهان ما ثبت کردیم گذاشته بودم. با آوردن روزگار خود در قسمت دوم با آوردن اکنون گویم روزگار دانشجویی خود اگر به امروز مقایسه کنیم در بخارا در مدرسه استاد عینی چی رو نشان دادن؟ با آوردن حیات خود در قسم دوم یادداشت‌ها استاد عینی آورد حیات خود را با حیات حاضره ما مقایسه کرده است و آورده است که چقدر در آن وقت سطح دانش آموزی پست بود و حال آن که ما چقدر دانش‌های زمانه‌ای را از خود کرده ایستاده ایم. این یک پهلو. باز اینچنین استاد عینی زمانه نشانده است که چقدر بخارا که پایتخت امارت بخارا در آن دوره بود از دیگر دولت‌های اروپا قفا مانده بود. قفا مانده است. مثال اون که در اروپای امریکا تراموای ها رو ساخته ایستاده بودند، ولی در امارت در بخارا باشد دانشجویان در اوغل ها خوانده در روی پوستینا درس می‌خواندند و حتی کرسی میز را نیز نداشتند. اکنون شما تصور کنید که در پایتخت امارت که این گونه حالت باشد، پس در دوردستترین دهه چگونه احوال بود؟ در زمستان همان وقت بله. در زمستان سالهای 1905 1890 چه حال بود؟ مکتب داشتند یا نه؟ تصور کنید در فرانسه در انگلستان دانشجویان خواننده ها در مکتب های میخواندند که کرای هوس بود، لیکن در امارت هنوز در امارت بخارا در پایتخت دولت بچه ها در آخرچه ها می نشستند، در آخرچه هایی که برای گاو علف می دهند. از شما کی با زبان انگلیسی بلد است، زبان انگلیسی رو خوب می داند، دست بردار. زبان روسی را که می داند، خب بسیار اکثریت زبان روسی را می دانستند. زبان روسی دانی پیرک از باب مختوم گو و پیرک برادرها چگونه بود؟ خوب تو گوزه. وقتی که پیرک کلمات روسی رو یک چند از دفتر استاد خود مولات رو به طور پنهانی گرفت و به نزد استاد صدرالدین عینی آورد و گفت که بینید من کلمه های روسی رو میدونم. این کلمه ها چنین کلمه ها بودند: لیدینکا یخ، چسی، ساعت، خلیب، نون، سنگ، برف، دوشه جان، دورت بارون. لیکن استاد صدرالدین عینی با یک حرف او قافیه بندی نموده آن را به طور شعر
намуданд. Яъне чунин буд. Лидина ях, часи соат хлеб нон, снег барфу душа ҷон дорд борон. یعنی در 12 سالگی استاد عینی الکی شعر میگفتند. پیرک این کلمه ها رو از دفتر خوند، لیکن از یاد چند کلمه میدونست؟ او از یاد تنها یک کلمه رو میدونست. کدام کلمه رو؟ کلمه چسی یعنی معنی ساعت رو. همون رو هم چسینه و چس میگفتم. چس میگفتم. خب وقتی که از شعر سخن رفت، استاد عینی البته شاعر هم بودن، لیکن امروز شاعران ما در وصف استاد عینی بسیار شعرهای خوب، بیت‌های آبدار گفتند. کی از شما یگان بیت گفته میتواند؟ مرحمت. عمری عینی از برای خلق صرف خامه شد، خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. این شعر را استاد شیرین کلام ما کشادروان بازار صابر نوشتند و استاد صدرالدین عینی این شعر را بخشیدند. خب باز که شعر گفته میتواند؟ باز اینچنین استاد بازار صابر درباره صدرالدین عینی چنین نیز میگویند: پس از خاموشی آتش‌ها فروزاندی، شررهای بسا از سنگ‌های سرد رویاندی، سریگوری ادیبان مشعله افروختی با مهر، از این رو همچون مشعل در سری دستی زمان ماندی. آفرین. باز یک شعر دیگر. زبان تاجیکی این صنعت ماست، زبان دولت ما ملت ماست، زبان شعر حافظ نقل عینی، زبان تازه سبکی صنعت ماست. درست است. شعر قلم ننگ در ستایش استاد صدرالدین عینی از محمد علی عجمی. بیباید همچو عینی با سخن بود، بیباید همچو عینی با وطن بود، که ملت را سخن باشد سخن ساخت، که ملت را وطن باشد وطن ساخت. تمام زندگیش جستجو بود، تلاش و غیرت و ننگ و نمو بود. بلند از او بگشت آواز تاجیک، عزیز و همدل و همراز تاجیک. درسته. این شعر خیلی دراز است. بسیار تشکر. این شعر را از کجا یاد کردی؟ من این شعر را از هفته‌نامه ادبیات و صنعت دسترس نموده از یاد کردم. اولین قهرمان تاجیکستان استاد عینی هستند. واقعا صدرالدین عینی یکی از اساسگذاران ادبیات معاصر تاجیکی امروزه ما شمار میرد. صدرالدین عینی واقعا هم قهرمان خلق تاجیک است، زیرا برای برپا کردن خلق تاجیک، برای از بین رفتن فرهنگ خلق تاجیک جانبازی‌های زیادی کرده است و این عنوانی که با او را مثل قهرمان خلق تاجیک دادن واقعا هم ارزنده است. او میارزد به چنین عنوان. در زمان استقلالیت قهرمان اولین جمهوری تاجیکستان این صدرالدین عینی میباشد. بله درست است. ما میتوانیم که دویر به هر یک حکایه این باب ساعت هستیم، ولی من یک چی به یادم اومد. یک حادثه می شود و در حیات عینی در بخارا یک گردش به وقوع میپیوندد. این هم باشد وخوری با انسان های نجیب بود و یکی از قسمت ها نام دارد آدمی عجیب. همین آدمی عجیب کی بود و چرا او رو آدمی عجیب نام میدن استاد؟ درست است. استاد عینی باری اول احمدی دانش را دیدند. هرچند استاد عینی درباره و آن کس بسیار چیزها را شنیده بودند ولی آن کس را ندیده بودند. ملاها درباره احمدی دانش هشت گپ‌های ناروا می‌زدند و استاد عینی فکر می‌کرد که احمدی دانش واقعا هم مثل گفته‌های آنها آدمی بد است. مثلا چه خیلی بد است؟ مثلا هنگامی که احمدی دانش می‌آمد، یعنی با مسجد در آمدنی میشد، هنگامی ملاها سلام کردند، احمدی دانش تنها کلاش را میجنباند و خلاص. یعنی آنها میگفتند که احمدی دانش آداب سلام را نمیداند و با مغرور است و با ما حتی از دانشمندی خود یعنی سلام هم نمیدهد و فالبین میگفتند، چون که او گفته بود که به عقیده او یک روز ما یعنی پیش راه آفتاب را میگرفت و هیچ کس به گفته های او باور نمیکردند. میگفتند که این دروغ است، ولی یک روز همین حادثه رخ داد و همه ملاها با او جادوگر گفت نام میبردند و استاد صدرالدین عینی هنگامی که با احمدی دانش شناس شده با او همصحبت شد، واقعا فکر و خیال آن ملاها را یعنی نادیده گرفت. او فکر کرد که احمدی دانش خیلی مردی بد است، مغرور است، ولی این چنین نبود. احمدی دانش خیلی مردی دانشمند بود، آدمان را نصیحت میکرد، مفکوره های خوب داشت. احمدی دانش کدام کتاب را نوشته؟ نوادر الوقایع. نوادر الوقایع را یعنی واقعه های نادر.
درست است. نه هر کس در زندگیش با آدمان بزرگ نجیب وام میخورد. امروز در تاجیکستان شخصیت‌های برجسته، نمایان، دانشمند خیلی زیاد هستند. در دهی شما همچنین استادان و آموزگاران هستند. اگر در زندگی شما اگر همین شخصان واخورند، آنها اگر شما با دقت باشید زندگی آنها رو آموزید، به سخن آنها درست اعتبار دهید، میتوانند که مجرای زندگی شما رو دیگر کنند. بعضا آدم یک زندگی ابلهانه دارد و بناخواست یک سخنی یک دانشمند که تصادفاً شنیده است میتواند که وی را به راه راست برآورد. یک واخوری با احمد دانش حتی همصحبت نشده زندگی استاد عینی را تغییر داد. واخوری خود را استاد عینی با احمد دانش در قسم دوم یادداشت‌ها و بعد در قسمت‌های دیگر هم با هیجان نوشتند. وقتی میخوانید میبینید که استاد عینی اینقدر با مهر و با محبت تصویر کردند. وابسته به همین واخوری احمد با محمد دانش، من یک چیز رو اینجا وابسته به سبک استاد عینی است. من یک جمله میخوانم ببینید استاد چی مینویسد. احمد دانش با دقت اون رقم ها رو از نظر میگذرونید. گاه به ساعت نگاه کرده، بعد از اون به آسمان صاف که در وی ماهی پر نور میپوشید چشم میدوخت. یک وقت زبانش گرفته به آسمان نگرید گفت. ببینید یک کلمه رو دوباره استاد تکرار نمیکردن. من ببینید از نظر میگذرونید رقم ها رو، به ساعت نگاه میکرد، به ماهی پر چشم میدوخت. دیدید همش یک گپ لیکن سه خیل تصویر کردن و در جای خود یعنی از این جهت نیز یادداشت ها، سبک نگارش یادداشت ها نیز یک منبع آموزش است، منبع لغت آموزی است، منبع زبان آموزی است و منبع بای کردن فاند لغوی هر یک خواننده است. قریب تمام دانشمندان خواه فارسی زبان، اونایی که از زبان تاجیکی آگاه هستند و خواه روس زبان خواه اروپایی، وقتی یادداشت‌ها رو مطالعه کرده اند بهای بلند دادند. کدام یک دانشمند گفته است که وقتی یادداشت‌ها رو گرفتن ورق زدن بعد دیگر از دست نماندم. من نمیدانستم که سبک، موضوع، طرز بیان خودی همه زبان تاجیکی ما را اینقدر مفتون میکند. یادداشت‌ها یکی از بزرگترین اثرهای ادبیاتی ما است. متاسفانه استاد عینی نتوانستند، عمر وفا نکرد که قسمت پنجم، ششم، هفتم، هشتم این اثر را نویسند و با وجود همین 4 قسمی که در دست داریم برای ما بسیار عبرت آموز است. ما باید گشته و برگشته خوانیم. این کتاب روی میزی ما باشد. در این قسمت ما امکان میدهیم که اگر شما یگان فکری خود را داشته باشید، شاید اون چیزی که ما نگفتیم، شاید اون چیزی که بررسی نشد، شاید اون فکری نو در شما پیدا شد، مرحمت میتوانید که آزاد فکری خود را بیارید. بار اول استاد عینی در خصوص همین جشن گرفتن عید نوروز در یادداشت‌های خود به ما معلومات دادند که در آنجا بسیار بازی‌های نوروزی می‌گذشت و آنجا با همراهی دوستانی خود به سیر فیض آباد رفته بودند و بسیار بازی‌ها را دیده شاهدی هر گونه جشنگیری نوروز شدند. در آنجا و تر گوشتینگیری صورت می‌گرفت که یکی از دوستانی آن کس که مختوم گمنام داشت و از همه بهترین برآمد و در اون همه مسابقه ها غالب برآمد و کسی با او برابر شده نمیتوانست. ما درباره بسیار بازی های همین مردمی بخارا معلومات گرفتیم. همچنین استاد صدرالدین عینی در قسم دوم یادداشت ها درباره واقعه های دهشتناکتری نقل کردند. مثلا کدام حادثه ها؟ مثلا 75 دره زدن گناهکاران و آدمکشی در آنجا نیز صورت میگرفت. البته بسیار واقعه های دهشتناک است، خواننده رو بسیار غمگین میکند، لیکن چی علاج؟ استاد عینی نمیتوانستند که این چیزها را قید نکنند. خود استاد عینی هم 75 دره در پشتشان زدند و استاد عینی قید کردند که ما 2 نفر بودیم. یک نفر تاب نآورده نابود شد، جان داد، در 50 یا 55 چوب زدن جان داد و خوشبختانه استاد عینی زنده موندن به بخت ما، به بخت ملت تاجیک. و همین 75 دره زدن این اساس واقعی دارد و حتی رسمی خودی استاد هست. رسمی هم تخت پیش استاد که از همون ضربی همون دره ها خونشار است. در بیمارخانه کاگان عکس برداری شده است.
پس ما شخصی رو که انسانی رو که استادی رو که اینقدر عذاب کشیده خوانده است و اینقدر عذاب کشیده باز زنده مانده است که به ما پند دهد، حکمت دهد، ما را هشدار دهد، بیدار کند. ما باید این خیلی استاد را فراموش نکنیم و وقتی که استادانی که در پهلوی ما در پس شما نشستند و در مکتب میگویند که شما را خوانید و ما خوانیم تا روحی بزرگانی مثل استاد عینی و مثل نقیب خان طغرل احراری که در نزد آرامگاهشان نشسته هستیم امشب شاد گردد و زنده ها از ما منتدار باشند و تاجیکستان ما و در هر یک گوشه تاجیکستان ما هم در شب هم در روز و در هر یک گوشه تاجیکستان ما در هر یک دهه تاجیکستان بعد از درس هر زمان یک بیگاه چند خواننده، چند استاد، چند دهقان، چند مهمان به یک جا جمع آیند و عینی خوانی کنند، شاهنامه خوانی کنند، طغرل خوانی کنند، فهمیدید بیدل خوانی کنند، چنان که خود نقیب خان طغرل به سبک بیدل می نویسند و بیدل خوانی می کردند. البته هر یک گویم حکایه‌ای یا که هر یک بخشی خردک که همین یادداشت‌ها یا حکمت دارد، چند حکمت دارد، نه یک حکمت، ولی ما باقی مانده خواندن همین قسمت به قسمت دیگر یادداشت‌ها رو به خوانندگان حواله میکنیم. این تنها یک راهنمایی بود به آنها توسط همین خوانندگان خیلی هم واقعا هم فعالی مؤسسه تعلیم رقم 8 ناحیه عینی. و در ادامه نمایش امروزه من باز دقت بینندگان رو به چند اثر دیگر جلب میکردم تا آنها رو بینند، دریافت کنند، خوانند و همین گونه فعالانه در بحث‌های ما شرکت داشته باشند. شما می توانید در تحلیل و بررسی اثرهای زیرین شرکت ورزید. زین‌الدین محمودی واصفی، بدایع الوقایع، سوربن، رمنی جوگی، جلال‌الدین بلخی، حکایه ها از مثنوی معنوی، مکسیم گورکی، بچگی، مارک توین، سرگذشتی گکلیبری فین، اورون کوهزاد، یک روزی دراز، آرتور کونان دویل، سرگذشت های شرلاک هولمز، بهمن یور، سرمده و نهایت کلیله و دیمنه. اگر این اثرها را خوانده باشید پس می توانید در نمایش بهتر از دوست شرکت ورزید. آنچه باعث خوشنودی است در صحبت امروزه ما که استادان فعالانه در همین نمایش ما شرکت دارند و با دقت اندیشه شاگردان رو گوش کردن و گمان میکنم که شاهد اندیشه‌رانی خیلی خوب هم شدن و البته شاید هر کدام اونها وابسته به همین محفل امروز خلاصه‌های خود را دارند و من میخواستم که اگر شاید نفر از استادان یگان گفتنی باشد ما این امکانات رو این لحظه به استادان میدیم و این و یادداشت میشم که این جهت نیست تا امروز در نمایش ما نبود. ما امروز بسیار ممنونیم که خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 8 در محفل بهتر از دوست خیلی فعالانه اشتراک نمودند. من امروز در دست من دو کتاب یادداشت‌های صدرالدین عینی هست که یکی فرسوده و دیگری کتابی نو تازه نشر می باشد و من از خوانندگان خواهش می نمایم که خیلی که من همین کتاب از خواندن از مطالعه فرسوده شده است، کتاب تازه نشرم و مثل همین دست به دست گشته همه مطالعه نموده، همین خیلی از دانش‌های زمانوی و در خصوصی تحصیلات در مدرسه های بخارا معلوماتی کافی گیرند و این کتاب یادداشت‌های صدرالدین عینی استاد عینی گشته و برگشته نشر شود. ما فخر از آن می‌نماییم که ناحیه ما نام استاد صدرالدین عینی را دارد و من خودم یکی از خوانندگان فعال ایجادیات استاد صدرالدین عینی می باشم و بخصوص اثرهای آن کس را دائما مطالعه می نمایم و بخصوص به
و یادداشت‌ها مراقع زیاد ظاهر دارم و هر باری از نو آن را مطالعه نمودن این یک حیات نو را برای خود درک می‌نمایم و این یک حیات گذشته خلق تاجیک را انعکاس می‌نماید و من برای خوانندگان همین را توصیه می‌نمایم که دائما اثرهای استاد عینی را مطالعه می‌نمایند. گمان میکنم این یک صحبتی که داشتیم ما دایر به قسمت دوم یادداشت‌های استاد عینی. از این صحبت هم خوانندگانی که همراه ما بودن هم افرادی که ما رو تماشا کردن خسته نشدن، برعکس یک الهامی تازه گرفتن. زیرا طور قبلا ما اشاره کردیم ما در مکان قرار داریم که واقعا منبع الهام است، واقعا منبع ایجادات است و در این مکان برگزار نمودن این برنامه و این موضوع البته این تبعیه دارد و این به سبب هم نبود. من باور دارم که پس از این صحبت ما دیگر خوانندگان دیگر باب‌های یادداشت‌ها را البته شاید از نگاه دیگر میخوانند، شاید با مراقع دیگر میخوانند و شاید از آن حکمت‌های دیگر نیز میگیرند. در انتهای نمایش امروزه ما با کلی خوانندگان و استادان مؤسسه تعلیم رقمی 8 دهه 1399 یعنی اظهار سپاس میکنیم که در همین شامگاهان وقتی خود را دریغ نداشتند، همراه ما بودند، همراه بینندگان بهارستان بودند و برنامه ما را با حضور خود یک زیب دادن، یک آرا دادن. شماره 90 نمایش بهتر از دوست منظور شما بود. تا بازدید.